چی باید بگم؟ نونخور اضافی. الو سلام، چطوری؟ کجایی؟ خونه. چیکار میکنی؟ برو خودم میچرخم جمع جور میکنم. فقط بگم نونخور اضافی. خبر سلامتی. میگم آجی من به این نتیجه رسیدم. دوباره تو به این نتیجه رسید. آره دیگه، میگم احساس نمیکنی نونخور اضافی تو؟ من آره دیگه. دستمان میگم تازه تو به منطقا تو دیگه، من که نه. من چرا؟ من که دست کسی رو خودمه. خب اون به چالش من که نه. توی دیگه الان چیکار کردی تو؟ چی کار کردم؟ چقدر تو پر روی چقدر تو پر روی اون 4 تومنه رو هم بزن بذار. برو شما 4 تومن نرم بزن. نونخور اضافه رو هم قبول نکردی؟ گردن نمیگیری؟